دانیار نبیف 80 ساله که در آخر سال 2020 با اتهام افراطگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود به آزادی برآمد. می نویسد رادیوی آزادی. نزدیکان نبیف به روزنامه‌نگاران گفتند که او روز 23 اپریل از کلونیای وحدت آزاد کرده شد و حالا در نزد اهل عائله‌اش می باشد. چه دارن که خوبه استاده؟ یادرس میکنیم که مقامات تاجیکستان این پیرمرد را در گرفتن و سپردن مبلغ به عائله‌های اعضایان محکوم شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در قلمرو تاجیکستان ممنوع است گناهکار دانست. راهبریت رانده شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اتهامات را به اساس نامیده خودی پرونده را دارای انگیزه سیاسی نامیدند. بازداشت و زندانی شدن نبیف باعث اعتراض سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و شهروندان عادی و هم‌آوازی گسترده در شبکه‌های اجتماعی شد که در آن اشخاصی به تفاوت از عمل مقامات به خشم آمدند. آزادی با بابای دونا! آزادی! 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 برای دستگیری محکوم شده فلش ماب راه اندازی شد که در آن صدها نفر از جمله فعال حقوق بشر عزت امان که علاقه در تاجیکستان در حبس است شرکت ورزیدند. صدا بلند نمیکنند. یک مسافر 87 ساله را روز 20 ینور سازمان بین‌المللی حقوق بشر هیومن رایتس واچ از وضع سلامتی نبیف 80 ساله که به 7 سال زندان محکوم شده است اظهار نگرانی کردند و از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که او را فوراً رهایی کنند. دانیار نبیف برای خیرخواهی خود محکوم کرده شد. او به عائله‌های اعضایان محکوم شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به کمک محتاج بودند کمک کرده به آنها از 15 تا 30 دلار از حساب شخصیش کمک کرد. گفته شده است در اظهارات حامیان حقوق. خیلی دیر خبر یافتیم از اون که یک برادر ما به خاطر آنکه ناظران قید میکنند که محض عکس‌العمل و اعتراض عمومی اهالی تاجیکستان رژیم را مجبور کرد که عملهای خود را بازنگری کند و پیرمرد خیرخواه را رها کند.